درود، حالتون چطوره؟ بچه خیلی ها میگن که مردایی که ظرف میشورن، مردایی که خونه رو تمیز میکنن، مردایی که خونه رو جارو میکشن، مردایی که از بچه هاشون مراقبت میکنن و فمینیستن، حقوق زن و مرد برابر میدونن، مرد رویه هاشونن. خیر، این مرد رویه ها نیستش. این داره وظیفه به عنوان یک مرد و انسان انجام میده. مگه تو میای مرد ستیزی کنی؟ اگر میای، بله من هم میکنم مرد ستیزی، اما نر ستیزی. اون مرد هم اجازه نداره زن ستیزی کنه. وقتی که من مرد ستیزی میکنم، من نر ستیزی میکنم، اون مرد هم اجازه داره ماده ستیزی کنه. من از همجنس خودم که یک مرد رو به خاطر پولش میخواد بدم میاد. اون مرد و منم از اون مردی که زن رو فقط به خاطر بدنش میخواد بدم میاد. و اون مردی که زن رو کتک نمیزنه صرفا جانی نیست، انسانه. انسان ندیدی؟ اون انسانه. بای.